نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. اجازه بدین که قبل از هر چیز تشکر بکنم از دوستان عزیزی که پیک شادی رو با ارسال مطالب و تصاویر و ایده های طنز یاری میکنن. مشخصا دوستان گرامی سارا مخلصی، سعید صالحی، منصور خداوردی، علیرضا افشارچی، احمد آباد، محسن جمشیدی که کلیپ جشن ملتک طلبه‌های خارجی رو برامون فرستاده بود. بسیار جالب بود، حتما به شکلی استفاده می‌کنیم. سعید عزیز از مربدشت، خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستی. به داییت هم سلام ما رو برسون اگر که خودشون بیننده برنامه ما هستن که سلام مضمون خدمتشون. صالح شعری در مورد بحث اخیر رژیم در مورد زدن زیراب منصب ریاست جمهوری توسط خامنه‌ای و وارد کردن مجلس ارتجاع تو این دعوا نوشته که خدمتتون قسمتش رو میخونم. نوشته که ما مجلسیان خنگ و مخمور با حکم ولی بنگ و وافور آشی بپزیم بی نمک شور تا هر که خورد از آن شود کور نامش بنهیم با دف و سور جمهوری بی رئیس جمهور. از شیخ اجل به عهد دیرین داریم به یاد شعر شیرین گاوان و خران باربردار به زادمیان مردم آزار زین بدترم این نظام منفور جمهوری بی رئیس جمهور. بی گوشت اگر پزیت و دیزی یا آب در آبکش بریزی گر گرم شوی بدون آتش بینی خیری ز مستطابش با این وکلای دزد و مزدور جمهوری بی رئیس جمهور. بهرام از سمنان نوشته که عجب خفت و خاری بود برای رژیم که بعد از اون همه هارت و پورت و دود و دم وقتی که طرح تروریستیش در واشنگتن لو رفت افتاد به غلط کردم و صالحی رو فرستاد به عربستان که دلاراست بشه و احمدی نژاد هم آنچنان پیام تسلیتی فرستاد که انگار نه انگار خودشون دنبال ترور سفیر همین کشور بودن. بهرام جان فکر کنم که همه چیز رو گفت، تقریبا یک سناریوی کامل برای دکتر بزن بهادر شد. خیلی ممنون. وقت اونم تموم. یک بار دیگه از همه شما که با ما یاری کردین تشکر.